من با ایشگاه بازار یک شنبه سامسرا جاتون خالی تا آخر با ما همراه. اونجا ماهی سرای شارکه قهرمان 4 دوره اروپا و 6 دوره المپیک از فستیوال کن. اینجا اوبر بازی 300 بودی کیلو چنده؟ تبلیغات کبابی میدم. بله اینجا چه قدره؟ این سر دست شما دارم. خروف رو میشیستن کنه محلی داریم دست شما دارم. سبزی خودم داریم محلی. اینجا اوبر بازی 350 اینا 400 اینجا 350 اینجا 300 نه 350 اینجا 300 هم داره اون خروس 250 داریم 350. این هیکل رو بگید قربانه انشالله برداشت کار هست. اون یارویه چه بعد از ظهر دست در نکن آجا. صبح تا اینجا هستم همون براتون پاکم میکنم. صبح اینجا همین ردیف این ردیف بساط میکنم ولی بعد از ظهر فقط هم 2-3 نفر هستم که مرغ جوجه خواستیم بخرین صبح بیاییم. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در عصر پاییزی بازار یکشنبه سامسرا. امروز یکشنبه 18 آبان ماه و ساعت حدود 4 عصر. بازار یکشنبه سامسرا از 2 بخش مرغ و جوجه و سایر محصولات تشکیل شده که بخش مرغ و جوجه از صبح تا ظهر و بخش‌های دیگر شامل میوه و تره‌بار و محصولات محلی، پوشاک و سایر محصولات تا غروب ادامه داره. این بازار از بازارهای جذاب گیلانه که خواستم با هم تجربه گردش در عصرهای اون هم داشته باشیم. مکان این بازار در نزدیکی ورودی شهر با جای پارک فراوان یکی از بهترین بازارهای گیلان برای گردشه. اگر به دیدن ولاگ‌های دیگری از شهرستان سامسرا و همچنین ولاگ‌های دیگری از همین بازار علاقه دارید، پیشنهاد میکنم حتما به پلیلیست سامسرای کانال ما سر بزنید. لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. و اگر به شمال گردی و گردش در بازارهای محلی اون علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. امیدوارم که از این بازار زیبا هم لذت ببرید. هوای صبح واقعا یه چیز دیگه سبزی چیزی تا چیزی 120 تومن خیلی جان 120 80 آخری آقای اینا خیلی خوشگل بودن خیلی نارنگی خوب بودن پرتقال نارنگیشون تازه چیه تازه داری علامت قرما 250.
یا خود خود بازار ارزان داره مدینه بازار خودمون 15 اونجا نبود جواب بودم یه چیز نمیاد حسین جواب بودی نمیاد شاگیر نمیاد دیگه چیز زمین میاره گفتم نمیاد دیگه سلام آجی خسته نباش آقا میخواد بخون فیلم بگیره خسته نباش سلام آقا بالا خواهش من راست کنم لوبیا چنده آقا؟ چیزی 400 نه دار چین شد اونم چنده؟ گرده چه میره خوبه خسته نباش آجی باید بخی امیره دیگه اون قسم انا بمون داره باید مثلا کنم رای بیریم برد سلام کولی کیلو چنده؟ کولی یا کلوم است؟ کلی 300 سلام سلام عزیزم خوب هستی بعد از شما پیدا نیستی تو میایم تا که تو میای مای سفید چنده؟ دونه یک کیلویی دونه یک کیلویی کیلویی 500 این ماده دست شما برم از نباش این همه اینجا سلام خسته نباش تبلیغات کبابی دیدمه بله اینجا تبلیغات داره خسته شما مایه ما تازه است اینا دونه چنده؟ اینا کلی 200 تومن دونه میاد از 400 تومن در میاد تا 800 تومن یعنی فیتو خاکه؟ نه فیتباک اینه این بیکته این بیگه کیلوی 400 گفتی؟ آره نه کلی 200 تومن دونه میاد 400 تا 500 این بیکته این فیتباک این اونم آمور او یکی کبوره اینم کبور پرورشی من همینطوری که خوشگل هستم مایه منم مثل ما 100 خوشگله درصد دست شما در نکن ممنونم این مایه چکم این زرتبر دریاه؟ دریایی زرتبر دونه چند داره بره؟ دونه ای؟ کیلو 250 تمام مایسته خسته نباشید مایسته بزرگا دونه ای چند میافته؟ 1 کیلو پیروزم دونه 30-40 هزار تومان 6 سال پیش
دست شما دارم آمور خواهد Tamam abi sen. مای سفید حتی نباش حتی نباش Dört aks gibi kim? Geliyor. Bana nasıl telefon? Sevgili benim boss. Sigara ısrarla yani bitirmedik. Bana şey var ama. Sigara ısrarla. واسه چی میخورونی؟ ببین چرا میخورونی؟ سلام سلام چاق من چاق اینم صنایع چوبی بزرگان چه کامشون پارو می‌فروشی ها رو اونور میگیرم قیمت هم براتون علی ما یه لیوان هم آوردیش آره چهار پشت ماهی داریم ارزان Hadi şabada içine kayın. شبادی Hani bu yine to ferkardi. Hoca ferferi kardیم. اینم زیتون تازه Bandek atomi تو جیبشی. دو چنده سلام سلام خوبی؟ مرسی. کیلوی 250 امسال هست ها؟ آره اینا بالایی همه امساله 250 آره اونجا دارم 60 تومن اونجا دارم 180 تومن هست این 180 این 180 اون آره 180 تازه همه تازه امسال همه امساله زیتون شاد بالاترین زیتون دست شما دارم بالاترین کیفیت بخور ببین چه زیتون حتی نباشم ماجی مجرد مای سفید باشه حتی مای سفید گریه کن بابایی برات بخره سوغل اختیار بالو سوغات گیلان یادت نره بزن سلامتی بغل دستی دست شما دارم گریه کن بابایی برات بخره
جاتون خالی جو میپوشه رو براتون گفتم میگیر 150 هر چی تو بساطه 150 اینم گمج تا چند ساعت پیش فروش الان ظرفای با کلاس یه غلط هم بگوره دولت هم خمو چهی بوده چه غباری بگوره کم کنی اموا بیشتری هم تعطیل کرد همون تعطیل کردی؟ نه دور بزن دوباره میگم مالا همینجا لبا بچینیدم تات میسم یا خلو بریم سیب زمینی 30 تومن پیاز 25 زمینی سیب پیاز 25 5 تومن آقا چه مشتری هستن فایستاده اینجا لباس فروشی و دمپایی و آقا بابا یعنی دیره بودم همین دمپایی نوستالژی کتک میخوریم اینم چکمه بچگی ها لبه بو زدن این طرف میشه مای فیتو پاک اون دیویست خشم حالا دقیقه خشم میشون بگیره بالو شادی بالو کیجی کنه تو هر چیزو حالا باشه دیگه بیشتر 5 کیلو بگیرم 30 کیلو بگیرم ببره پایین زیر معمول تازه معمول باز کردی؟ این انتهای بازار این گفت کیوی خونی تو گفتم چیزی کیوی خونی
کیلو چنده نارنگی؟ 100 مال ساریه؟ سال دست شما دارم مرسی 30 تومن 25 تومن 30 ببینی 30 بیاد 25 سیب گلاب بلا کیلو چنده؟ 80؟ ضرورت نیست 80 پس آدم موز خوشتو اینم تروب اوشینی دیگه شنیدم دیگه انار کی انار میگم هنده سلام علیکم هستن شما برگسی بستی چنده؟ 30 بگیرم بس شما دارم انگور بنی جریان شلوار 150 و هوا خیار شده چه پولیشه بیار اینجا بزن گلالی بیار اینجا قارچ نیم کیلو 150 قابل شما نه فلفل رنگی چنده؟ خیار گوجه بگید آقا گوجه خیار دو تا سیپتوش کیلو چنده جی؟ آقای مجلسی آقا اینم پرتقال خسته نباشه داریم یکی به ما دادم پرتقال کیلو چنده؟ دست شما دارم آقای شما نه مرسی 100 پرتقال 100 نارنگی هم 100 بله انار چی؟ انارم این هم 100 همه 100 ارزان کدیم که بدن دست شما دارم بله
من خیاره فارس هویج اصفهان بادمجون 25 گوجه 40 لوبیا ساز 100 شنبه بازار نه شنبه بازار سلام انشالله این فیلمو که گیره پاشو شنبه سلام بریم این پیلیسلین اینم لارو حسن از یا شد چه دربا؟ سد سیب سد اینم گوجه خیال سلام گوجه خیال چند گو؟ 60 50 گوجه 65 دست هم اشکال نداره نه بسای تو شو اصلا نبود اینم گل سیب زمینی اصلا نبود اینم سبزی محلی Acı pıtırsı gibi olmuş. Bazen اینجای فصل معدن سبزیجات این درسته؟ این قیمت این درسته؟ کدوم؟ اون درسته اون کچی به این قلم اما غلام رفت بیان من چون خواهویم من همون شوره داره دیگر آرامگاه کوری اینجا اونجا ماهی سرای شارکه قهرمان 4 دوره اروپا و 6 دوره المپیک از فستیوال کن
همه چی نام بربان اورجیناله. به به مایدودی فرد اعلی، اشبل نام بربان اورجینال، مایدودی سردابی، مایشور لینچان، همه چی اینجا نمایشگاه است. نمایشگاه بهترین ماهی سرای شارکه. به 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 مزه همه غذاان اینجاست، از باقل خورش تا خود فسنجون. بنده غلام هیکل هستم. روز و ایام خوبی داشته باشین. امیدوارم که بازار هفتگی سوم مصر سر بزنین عزیزان. بهترین ماهی همه خرید کنید. راست شما دارم. بدات باشم. thank you so much. thank you. به به اورجیناله کباب بردست. همون سوم سرا و شما بازی حتی خیاشوی مال خود چی شد؟ خیاشوش حتی برام چی گرفتیم این بازیش‌های بازار ولده به همه میره. آقا جان به همه میره چه ولده. خوشحال چند الان؟ ولده روش 220 داور باوره دیگه با میده همون خاطی. آدم پول بده رو بخوره آدم پول بده رو بخوره.